در شهر دوحوک ولایت کردستان عراق صدها پیرو دینی نصرانی راهپیمایی اعتراضی تشکیل نموده اخراج نصرانی ها از شهر موصل را محکوم کردند. ماه روان جنگجویان سازمان دولت اسلامی و یا به اصطلاح داعش به نصرانی ها دستور دادند که یا دین اسلام را قبول کنند و یا برای عبادت نصرانیه انداز پردازند. جنگجویان هشدار دادند که افراد سرکش را به قتل خواهند رساند. جمع آمدگان از مقامات ولایت مختار کردستان عراق طلب کردند که به فراریان نصرانی کمک رسانند. همچنین آنها از جامعه بین المللی طلب کردند که بهر حمایه نصرانی ها تلاشی بیشتر ورزند. در شهر دولویه ولایت صلاح الدین عراق باشد، بعد حمله هوایی نیروهای دولتی آن قسمت شهر که زیر نظارت آشوبگران قرار داشت به خرابزار مبدل شد. ماه روان نیروهای عراقی یک بخش دولویه را که در 80 کیلومتری شمال بغداد جایگیر است از آشوبگران پاک نمودند، ولی بخش‌های باقی مانده و از جمله بناهای ماموری شهر همانا تحت تصرف جنگجویان قرار دارند. در روسیه منع واردات میوه، ماهی و سبزیجات کارکرد شده از اوکراین به حکم اجرا درآمد. اداره حمایت از مشتریان روسیه که واردات را منع کرده است میگوید در محصولات اوکراین وزن و محتوای غذا درست انعکاس نشده است. سال گذشته با اشاره به نگرانی‌های امنیتی روسیه واردات شکلات روشن را منع کرده بود. این کارخانه تولید شکلات مال پرزیدنت اوکراین پترو پاروشنکو می باشد. روز سه‌شنبه با برگزاری نماز عید در بزرگترین مسجد شهر اشخاباد ترکمنستان، مسلمانان این کشور پایان ماه شریف رمضان را تجلیل نمودند. در ترکمنستان عید فطر رسما روز استراحت است. امسال اکثر کشورهای مسلمان جشن عید فطر را روز دوشنبه 28 ایول آغاز نموده بودند. مسلمانان قرقیزستان نیز تجلیل عید فطر را روز سه‌شنبه شروع کردند. در نماز عید که در میدان مرکزی شهر بیشکک برگزار شد، تخمینا 100,000 نفر اشتراک کردند. مفتی قرقیزستان در مراجعتش مسلمانان را به صلح و آشتی دعوت کرد. الله اکبر.